سلام. امروز اومدم با هم از این جعبه های مثلثی خوشگل درست کنیم واسه کادوهامون. واسه این کار احتیاج داریم به یه مقوا که شما به ابعاد دلخواهتون در نظر بگیرید و بیاریم برای کار. در ابتدا یه مثلث میخوایم که متساوی الاضلاع هست. من 5 در نظر گرفتم. هر سزل باید 5 سانتی باشه. این مثلث ماست. حالا میایم به اندازه بلندی این جعبمون یه عددی در نظر میگیریم. من 2 در نظر گرفتم. شما ببینین کادوتون چه سایزیه، به همون بلندا بگیریم. البته 1 سانت بیشتر از بلندای خود کادویی که در نظر گرفتیم. یه مستطیل تشکیل میدیم. این مستطیل رو باید روی ضلع‌های دیگه هم بکشیم. دو سانت بلندا در هر دو طرف کشیده میشه. وصل میکنین، مستطیل تشکیل میشه. شد این شکل. حالا یک طرف گوشه این مستطیل ها مثلث گونیایی شکل یک سلش قائم است میکشیم. الان بهتون نشون میدم. به این شکل. حالا برای اون قفلی که قرار بالا ایجاد بشه 3 سانت میایم بالا. مورب. الان احتیاج به یه انحنا داریم. انحنا دیگه با دست میتونیم بکشیم. حالا این گوشه مستطیل هم بهش وصل میکنین. 3 سانت میشه این شکل. برای هر مستطیل بالاش اینو رسم میکنه. میشه این شکل. درست؟ حالا باید این اطراف اضافه رو ببریم. من ببرم بیام.
بریدم. این شکلیه که قرار شما بعد برش داشته باشین. حالا این گوشه های مثلث قائمی کوچیکا رو تا میکنیم. نقاطی که روش ضرب میزنم و فقط تا کنین. من در اینجا روش درست کردن این مدل باکس مثلثی رو آموزش دادم. شما در ابعاد مد نظر خودتون به همین شکل عمل کنین و باکس خوشگلتون رو درست کنین. در نظر داشته باشین جنس مقواتونم باز بستگی به اون کادویی که داخلش میخوایم بذارین داره. اگر بزرگتر دارین درست میکنین که مقواتون باید محکمتر باشه. حالا تا زدگی رو که انجام دادیم به این شکل قرار تا بخوریم. این گوشه کوچولوها رو قرار چسب بزنیم به این مثلث مستطیل کناری بچسبونیم. حالا من چسب میزنم میام با این چسب زدم اومدم و این شکل رو بعد چسب زدم به ما داد. جعبه ما کامل شده. به این شکل بسته میشه. و کادو داخلش هست. حالا چسب بر من خوب نچسبیده. باید بیشتر زمان میدادم. به این شکل باز میکنین. کادو رو داخلش میذارین. و خیلی راحت بسته میشه. خیلی شیک و خوشگله. امیدوارم درست کنین و ازش لذت ببرین. یه کار جدید برای آدمای خوش سلیقه. ممنون میشم خوشتون اومد لایک و سابسکرایب رو انجام بدین. درش هم کامل کیپ میشه. این کارم تقدیم به شما.